دیدی پسر یاد گرفتن میگن مادرای ما آخرین نسل زنای خوب بودن. نه عزیزم، مادرای شما آخرین نسل زنهایی بودن که بی احترامی میدیدن و ساکت میموندن. آخرین نسل مادرایی بودن که مرد سالاری براشون اوکی بود. مادرای ما اگه بی احترامی میشنیدن و حرف نمیزدن به خاطر بی زبونیشون نبود، به خاطر این بود که بساز بودن، میخواستن زندگی کنن، میخواستن ادامه بدن، نمیخواستن سر هر چیزی زندگیشون رو خراب کنن، میخواستن تا لحظه آخر بجنگن. مادرای ما یه وقتی پشتشون خالی بود، کسی ازشون حمایت نمیکرد، یه وقتی مجبور میشدن ازدواج بکنن و اگه برمیگشتن جایی تو خونه نداشتن. مادرای ما مرد سالار نبودن، مادرای ما حرمت سرشون میشد، شرف داشتن، مرد رو به عنوان یک کارتخوان نمیدیدن، برای وجود مرد ارزش قائل بودن، چون اعتقاد داشتن مرد ستون خونه است، ستونی که زن میتونه بهش تکیه بکنه. مادرای ما ننه بودن، نمیخوردن ما بخوریم، نمیپوشیدن ما بپوشیم، خوب زندگی نمیکردن که ما خوب زندگی کنیم، قربانی میشدن برای اینکه حق ما پایمال نشه. خیلیاشون هم تو خونه پدر مادر خوب بالا سرشون نبود که بهشون راهنمایی کنه. برادر و خواهر حمایتگر نداشتن، چون تک و تنها بودن تحمل میکردن. مادرای ما یه زن واقعی بودن، مثل خیلی دیگه از زنای ایرانی که هنوزم با شرفن و لیاقت مادر بودن رو دارن.